حتما شنیدین که دیکتاتور ونزوئلا رو نیروهای دلتا رفتن آوردن. حالا اینا چه گروهی هن؟ دلتا فورس یکی از مخفی‌ترین و پیشرفته‌ترین یگانهای نظامی جهان و نیروی فوق ویژه ارتش آمریکاست. این نیروها فقط برای عملیات‌های بسیار خاص استفاده میشن، مثل آزادسازی گروگان‌ها، حذف اهداف بسیار حساس و مأموریت‌های سیاسی و امنیتی فوق سری. ورود به دلتا فورس فوق‌العاده سخته. فقط درصد خیلی کمی از سربازان نخبه ارتش آمریکا بعد از آزمون‌های شدید جسمی، روانی و ذهنی پذیرفته میشن. دوره‌های آموزشیشون شامل تیراندازی فوق دقیق، مبارزه تن به تن، بقا تو شرایط مرگبار، نفوذ مخفیانه، چت‌بازی و عملیات شهریه. بیشتر مأموریت‌های دلتا فورس هیچ وقت علنی نمیشن، اما یکی از معروف‌ترین عملیاتاشون عملیات طبس تو ایرانه. عملیاتی که قرار بود گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه، اما به دلیل نقص فنی و حادثه تو کویر شکست خوردن. دلتا فورس یعنی نیرویی که وقتی همه گزینه‌ها تموم میشن، وارد عمل میشه.